دوستان سلام. در اینجا میخوایم کارکرد سوزن انژکتور رو خدمتون نشون بدیم. برای اینکه یه سوزن عمل پاشش سوخت رو انجام بده 3 عامل رو باید در کنار هم قرار بدیم. 1 برق 12 ولت، 2 پالس منفی، 3 فشرده سازی سوخت پشت سوزن که در اینجا با دستگاهی که قبلا ساختیم این رو خدمتتون نشون میدیم. زمانی که این سه عاملی که گفتیم روی انژکتور اعمال بشه عمل پاشش سوخت انجام میشه. پاشش سوخت باید به حالت پودری و مخروطی شکل باشه که یکی از نشانه های سالم بودن انژکتور هست. سوخت نباید به حالت شره یا منقطع خارج بشه. برق 12 ولت که معمولا از رله اصلی میاد و پالس منفی توسط ECU ایجاد میشه که در حد 10 و 100 ثانیه طبق دور موتور روی انژکتور اعمال میشه. بنزین نیز توسط پمپ بنزین پشت انژکتور فشرده میشه. همون کار کرده 5 ثانیه پمپ بنزین بعد از باز کردن سویچ به خاطر همین فشرده سازی پشت انژکتور هست. امیدوارم دوستان از این ویدیو بهره کافی رو برده باشن.